بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان و هموطنان ارجمند، پیام ما را به دیگران رسانید، سخن الله به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند، لذت برند از شنیدن سخن پروردگارتان، آفریدگارتان، بهره برند و شما از پاداش و اجر نیک محروم نشوید. و کسی که در نشر کردن و گسترش دادن این سخنان الله سهم خود را می‌ورزد، ان شاء الله عز و جل پاداش نیک و پاداش بی اندازه میگیرد ان شاء الله. سخنان الله گوش دهید، بهره برید، به سخنان الله عمل کنید. امروز ترجمه سوره قمر ماه به شما پیشکش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بی اندازه مهربان و بی نهایت با رحم. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت بسیار نزدیک شد و ماه از هم شگافت، ای دو پاره شد. و این یروا آیة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر، و اگر کافران نشانه ها معجزه های بینند، روی می گردانند و می گویند این جادوی از پی در پی و همیشگی. و کذبوا و اتبعوا اهواءهم و کل امر مستقر، و تو و قرآن تو را تکذیب کردند و از هوا و هوس خود پیروی نمودند، در حالی که هر کار سرانجام در جایگاه خود قرار میگیرد و حقانیت تو آشکار خواهد شد، خیر به اهل خیر و بدی برای بدکاران. ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، و بیگمان از خبرهای مهم گذشتگان آنچه مایه دست برداشتن از کفر و شرک است برای آنان آمد. حکمت بالغه فما تغنی النذر، با اینکه آن خبرها حکمت رسا بود ولی هشدارها برای افرادی سرکش سودی نداشت. فتول عنهم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، پس از آنان روی بگردان، منتظر باش روز را که آن دعوت کننده آنان را به سوی چیزی ناخوش و پس دشوار و هولناک فرا میخواند. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، آنان در حالی که چشمهایشان از ترس و وحشت فرو افتاده همچون ملخهای پراکنده از قبرها بیرون می آیند. مهطعین الی الداع یقول الكافرون هذا یوم عسر، سراسیمه به سوی دعوت کننده می دوند، کافران میگویند این روزی بسیار سخت است. کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، پیش از اینان قوم نوح نیز نشانه های ما را دروغ انگاشتند و بنده ما نوح علیه السلام را تکذیب کردند و گفتند او دیوانه است و او را سرزنش و آزارش دادند. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، پس نوح پروردگارش را چنین خواند، چنین دعا کرد: پروردگارا من مغلوب شده ام، پس یاریم کن. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، پس ما درهای آسمان را با آب بسیار فراوان و ریزان کشادیم، ای باران بسیار بارید. و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، و از زمین چشمه های جوشاندیم،
پس آب زمین و آسمان بر اساس امری که مقدر شده بود به هم پیوست. و حملناه علی ذات الواح و دسر، و نوح را بر آن کشتی دارای تخته ها و میخ ها سوار کردیم. تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر، کشتی زیر نظر ما به حرکت درآمد. این پاداشی پیامبری بود که به او کفر ورزیدند. ولقد ترکناها آیة فهل من مدکر، و همانا ما آن کشتی را به عنوان نشانه باقی گذاشتیم، پس آیا پندگیرنده هست؟ فکیف کان عذابی و نذر، پس عذاب و هشدار من چگونه بود؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، و براستی ما قرآن را برای یادآوری و پندپذیری آسان و قابل فهم کردیم، پس آیا پندپذیری هست؟ ما قرآن را برای حفظ کردن آسان و ساده نمودیم، پس کسی هست که قرآن را یاد کند، ذکر کند، از یاد کند. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، قوم عاد پیامبری خود را تکذیب کردند، پس عذاب و هشدار من چگونه بود؟ انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ما تندبادی وحشتناکی و سردی را در یک روزی شومی که 7 شب و 8 روز ادامه داشت بر آنان وزان و روان کردیم. تنزع الناس کأنهم اعجاز نخل منقعر، بادی شمالی سختی که مردمان را از زمین برمی داشت، برمی خیزاند، بگونه ای که گویا تنهای درختان خرمای هستند که از جا ریشه‌کن شده باشند و در زمین می پرتافت، سراشون از تنشان جدا می کرد. فکیف کان عذابی و نذر، پس عذاب و هشدار من چگونه بود؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، و براستی ما قرآن را برای یادآوری و پندپذیری آسان کردیم، پس آیا پندپذیری هست؟ کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود هشدار دهندگان را تکذیب کردند. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر، پس گفتند آیا از بشری تنها که از میان ماست پیروی کنیم؟ در این صورت ما در گمراهی و دیوانگی خواهیم بود. اولقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر، آیا از میان ما وحی تنها بر صالح نازل شده است، بلکه او دروغگو و خودخواه است. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، و آنان در آینده خواهند دانست که دروغگو و خودخواه کیست. انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ما برای آزمایش آنان آن ماده شتر را میفرستیم، پس مراقب یا که نظارت کننده پایان کار آنان باش و شکیبایی پیشه کن. و نبئهم ان الماء قسمت بینهم کل شرب محتضر،
المحتضر و به آنان خبر ده که آب میان آنان و شتر تقسیم شده است، هر کدام در زمان نوبت خود بر سر آب حاضر شوند. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قوم ثمود یار خود که نامش قدار ابن سالف بود او را صدا زدند که بیا این شتر را بکش. او هم بی باکانه دست بکار شد و شتر را پی کرد. فکیف کان عذابی و نذر. پس عذاب و هشدار من چگونه بود؟ ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ما بر آنان یک صدا یا که فریاد مرگبار فرستادیم، پس همه آنان به صورت گیاه خشکی که در آغل چهار پایان جمع می کنند در آمدند. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. و یقینا ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم، پس آیا پند گیرنده‌ای هست؟ کذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط بیم دهندگان را تکذیب کردند. انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر. ما بر آنان طوفان سختی که با خود ریگ و سنگ می آورد فرستادیم، در نتیجه همه را هلاک کرد مگر خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم. نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر. این نعمت و رحمت از سوی ما بود، این گونه کسی را که سپاسگزار است پاداش می دهیم. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. لوط مردم را از قهر و مجازات ما هشدار داده بود، اما در هشدارها جدال و ستیزه کردند. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي و نذر. و بالوت درباره مهمانانش سخن گفتند، قومش که مهمانهاش آنها فرشتگان بودند و از او خواستند آنان را در اختیار ایشان برای انجام دادن کاری ناشایسته بگذارد. ما چشمانشان را کور کردیم و بدیشان گفتیم بچشید عذاب و هشداری مرا. ولقد صبحهم بکرة عذاب مستقر. و صبحگاهان عذابی پایدار به سراغشان آمد. فذوقوا عذابی و نذر. پس بچشید عذاب و هشداری مرا. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. و براستی ما قرآن را برای یادآوری و پندپذیری آسان کردیم، پس آیا پندپذیری هست؟ ولقد جاء آل فرعون النذر. و همانا هشدار دهندگان یا که بیم دهندگان به سراغ فرعونیان آمدند. کذبوا بآیاتنا كلها فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر. آنان همه معجزه ها و آیات ما را تکذیب کردند، در نتیجه آنان را به عذاب سخت گرفتیم، گرفتنی توانایی شکست ناپذیر و نیرومند. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءة فی الزبر. ای قریشیان، آیا کافران شما بهتر از آنانی هستند که برایتان روایت کردیم؟
مثل قوم نوح، عاد و ثمود و لوط. آیا اینکه برای شما امان نامه در کتاب ها از سوی الله نازل شده است که هر جرمی را مرتکب شوید عذاب نخواهید داشت؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا میگویند ما همگی متحد و پشتیبان یکدیگریم و هیچ قدرت ما را شکست نخواهد داد. سیهزم الجمع و یولون الدبر، و بزودی این گروه در هم شکسته خواهد شد و همه پشتی کنان خواهند گریخت. بل الساعة موعدهم و الساعة ادها و امر، بلی قیامت وعدگاه آنان است، آن روز سختر و تلختر است. ان المجرمین فی ضلال و سعر، که گناهگاران در گمراهی و آتش و جنونند. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر، روزی که برو در آتش کشیده می شوند و به آنان گفته می شود سوزندگی و عذاب دردناک دوزخ را بچشید. إنا كل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیز را به اندازه لازم و از روی حساب و نظام آفریدیم. و ما امرنا الا واحدة کلمح بالبصر، و فرمان ما تنها یک بار است، مانند یک چشم بر هم زدن. ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر، و بیگمان ما کسانی را از پیشینیان که مانند شما کافر بودند نابود کردیم، پس آیا پندپذیری هست؟ و کل شیء فعلوه فی الزبر، و هر کاری که کرده اند در نامه ها ثبت است. و کل صغیر و کبیر مستطر، و هر کوچک و بزرگی نوشته شده است. ان المتقین فی جنات و نهر، و براستی پرهیزکاران در باغهای بهشتی و کنار جویبارها هستند. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در مجلس راستینی که یا و سرایی و بزهکاری در آن جای ندارد، در پیشگاه پادشاهی بزرگ و توانایی که با آفریدگاری همه کائنات است. به همین خاتمه یافت ترجمه این سوره. از آینه که خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.